این همه حالای این بی‌حیاها یک نمود رمانتیک کردستان، گویا که در زندگی عادیشان هم چنین باشد. هرگز چنین نیست. این خیل رمانتیکا تنها پیش روی کامera برای خودنشانتی می باشد. جوان مردان و جوان دختران تاجیک فریب این خیل دیوس ها را نخوره. اینها میخواهند جامعه مسلمانی ما و شما را با فساد دیوسی و بیناموسی بکشند. این کاری که اینها کرده استند خوشبختی نیست، بلکه بیناموسی و دیوسی می باشد. اسلام غیرت را از ایمان میدونه. مردی که غیرت نداره اون مرد نیست. پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: 3 نفر هستند که الله تعالی روز قیامت به آنها نظر نمیکند. یکی از آن 3 نفر مردی دیوس می باشد، یعنی مردی که به بی‌حیایی اهل خانه‌اش راضی است. من نمیدونم بعضی مردها زن برای خودشون میگرفته باشند یا برای همه. در پوبلیک برآورده با سری لوچ و لباسای تنگ و نیم برهنه نشان دادن زن چی معنی دارد؟ عزت و شرف مرد در ناموس و غیرت و عزت شرف زن با ستر و حجاب بودن است. دانسته باشید این خودنمایی شما عاقبت درد سرتون می شود.